سقوط از هلیکوپتر هم داشتی؟ بله متاسفانه. توضیح میدید برامون چی شد؟ میدونی که هلیکوپتر ما در ارتفاعات باید میرفت، بخاطر اینکه پایین میرفت تیراندازی میکردن دیگه. زیفتینگ را بعد اون بالا باد میامد یا یه اتفاقی میافتاد. یه بار خیلی بد بود، موقعی که بلند شد از دستش خارج شد، بعد پرا میخورد به کوها. من از اون که بلند شد از 3 متری از شیشه شکستم، پردم زمین، دویدم به طرف بالا. بعد که میخورد تیکه تیکه میاد. گفتم کجا فرار میکنم؟ برگشتم تلفن که انتقام میکرد. اولین کارش که بودم در را باز کردم، اینا را بردم، بعد باتری شده آوردم. باتری چی رو در آوردی؟ هلیکوپتر رو دیگه که آتش نگیره. رو مین هم رفتی؟ من 3-4 بار رفتم روی مین. خداوند در همه مراحل 2 بار منفجر شد، پاشنه پوتین من رفت. 2 بار رفتم روی مین، خداوند متعال کمک کرد و همراه هم گفتم روی مین هستید. خودم زموتور کردم خیلی بد، پا ما آرام از اون برداشتم، منفجر نشد.